سلام، وقتتون بخیر. امروز میخوام ابزاری که باهاش کار میکنم رو بهتون معرفی کنم. توی این ویدیو بهتون یه بات تلگرام معرفی میکنم که خودم ازش استفاده میکنم و از این طریق خروجی‌های خیلی خوبی از میدجرنی گرفتم. خب همونطور که میبینید این بات تلگرام عنوانش هم میدجرنی اکسپریانس هست و اطلاعاتش رو هم که میبینید و توی کپشن هم براتون آدرسش رو میذارم. خوبیش اینه که خیلی راحت به زبان فارسی هم هست. شما با هر زبانی که دوست داشته باشید میتونید اینجا چت کنید و خروجی بگیرید. این بات تلگرام همونطور که میبینید عنوانش میدجرنی اکسپریانس هست. آدرسش رو هم میبینید که براتون کپشن هم میذارم. در همین ابتدا توضیحات کامل رو بهتون میده به زبان فارسی و راهنمایی میکنه که چطور اشتراک بخرید و چطور از این سیستم استفاده بکنید و حتی بهتون نمونه پرامپت و نمونه دستورهایی رو میده که بتونید توی این سیستم ازش استفاده بکنید که ما در مورد ریزه‌کاری‌هاش خیلی بیشتر با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. یه لینک دیگه وجود داره که امکانات و ترفندها رو بهتون میگه. در واقع میتونید ازش خیلی چیزا یاد بگیرید. و اما در کنار باتی که بهتون معرفی کردم، یه کانال هم وجود داره که تصاویر جذابی که دیگران ساختن رو قرار میده و حتی پرامپت هاشون رو زیرش مینویسه. پرامپت همون دستوریه که ما به هوش مصنوعی میدیم تا اون خروجی که میخوایم رو بهمون بده. اینکه اونها رو چطور بنویسیم و چطور توی این ابزار ازشون استفاده کنیم موضوعیه که توی ویدیوهای بعدی بهش میرسیم.